سلام، اسماعیل گوهری هستم. یک آپدیتی رو جمینای داده یا همون نانا بانانا. کلا دیزاینش تغییر کرده، یو آیش عوض شده و یک سری فیچرهای جدید بهش اضافه شده که خیلی جذابش کرده. آدرس جمینای تغییر نکرده، همونه gemini.google.com. اینجا گزینه‌های جدیدی بهش اضافه شده. مثلا روی این پلاس بزنیم create image، آیکونش هم تغییر کرده و وقتی که روش میزنیم یک سری عکس باز میکنه. اینا چی هستن؟ اینا تمپلیت های آماده هستن که میتونین عکس رو باهاش بسازید و خیلی هم جذاب و بامزن. مثلا بریم یکیشو تست کنیم. اینو میخوام تست کنم. کلی روش کلیک میکنم، اینجا اضافه میشه تو چت و حالا میتونم عکس خودم رو براش آپلود کنم. عکس سوژه رو براش آپلود میکنم، ثبت میکنم آپلود بشه. اینو میذارم روی پرو باشه و جذابیتش اینجاست که نیازی نیست اصلا پرامپت بنویسی، میتونی بنویسی ولی نیازی نیست، همینجوری میفرستمش. عکسو ساخت، خمیری شد همون سوژه خودم. ببین چقدر جذابه. برای اینکه کیفیت اصلیشو ببینی من دانلودش میکنم از این گوشه، دانلود فول سایز، که بازش میکنم کیفیت اصلیشو ببینید چه کیفیتی داره. همه چی خمیریه. وقتی چهره رو ببینید چقدر شبیه به سوژه خودم نگه داشته، لباسشو واقعا جذابش کرده. بریم حالا یه استایل دیگه اضافه کنم، تست کنم. برای اینکه یک استایل جدید تست کنم باید یه چت جدید باز کنم. دوباره create image، بریم یه استایل دیگه رو تست کنیم ببینیم که چی میشه ساخت. نقاشی رنگ روغن. دوباره سوژه رو کنارش آپلود میکنم، اینم رو پرو باشه و بفرستیمش بره. عکس نقاشی روغن هم آماده شد، اینم نقاشیشه. اینجا من دانلودش کردیم، کیفیت اصلی عکس رو ببینیم چقدر زیبا شده، جزئیات. بریم یه مدل دیگه تست کنیم، بذاریم روی استیم پانک. دور عکس سوژه رو آپلود میکنم، آپلود بشه، آپلود شد، سندو میزنم. اینم استیم پانک شد. مدل جذابیه. یه گزینه مخفی داره، یعنی مخفی که نیست، اگر که VPN داشته باشید که IP آمریکا داشته باشه، یه گزینه جدید دیگه اینجا اضافه میشه. ایمیجز از این بغل بزنم روش، این تمپلیت های خیلی بیشتری داره. حالا اگه برای شما نبود و نشد مشکل نیست، با هم قبلی کار کنید، اونم خیلی جذابه. حالا اینجا ببینیم که چی کارهایی میشه کرد باهاش. اینا مدل های مختلفه. این اوریگامی رو برام بسازم، چوز فوتو رو اگه بزنم میره برای انتخاب عکس که عکس رو براش آپلود کنم. از روی کامپیوتر عکس دارم آپلود میکنم، خودش تاره، من تار نکردم. عکس آپلود شد، خودش رفت پرامپت رو نوشت، اون اوریگامی که می‌خواستم رفت شروع کرد به ساختن این پرامپتش. اوریگامی هم ساخته شد، خیلی جذابه. دانلودش کنم کیفیت اصلی ببینیمش. اینا اوریگامیه که چه کیفیتی داره، جزئیات و همه چی با کاغذ ساخته شده. بریم یه مدل دیگه چی تست کنیم ببینیم که چی میشه ساخت. بریم این دفعه پاستل رو تست کنیم. این چوز فوتو رو بزنم، عکس داره دوباره آپلود میشه. آپلود شد، خودش دوباره پرامپت رو نوشت، رفت برای ساختن. عکس پاستل هم آماده شد. اینم خیلی جذابه. کیفیت اصلی ببینیم. این داره تو نونوایی کار میکنه، نون میفروشه، دونات هم داره. این کیفیت اصلیش که پاستل. یه جای دیگه هم که اضافه شده، هوم پیج گوگل، یعنی صفحه اصلی گوگل هم اینجا اضافه شده. یعنی همینجا create image اگه بزنید دسترسی پیدا میکنین دوباره به ساختن عکس. عکس رو من براش آپلود کنم همینجا. اینو میخوام پرامپت دیگه براش بنویسم، همینجا تستش کنیم. این پرامپت رو براش نوشتم، تو فضا باشه، روی یک فضای مینیمال، رو هوا باشه و یک مقدارم ابر دورش بچرخه. خب نتونست اونی که من خواستم بسازه، باید براش توضیح بدم. براش توضیح دادم که باید فول بادی شات باشه، یعنی تمامش باشه تو عکس، ببینیم که این دفعه متوجه میشه. و اینجا فکر کنم یه مقدار مدل‌ها محدودترن، یعنی اون پرو و اینا احتمالاً نباشه، نمیدونم. اینا عکس ساخت. عکس کیفیت پایین‌تری داره نسبت به اون نارمال، ولی خب اینم جالبه، میتونید از اینجا هم بهش دسترسی پیدا کنید. پس مدلاشو تست کنید ببینید که چه چیزایی میشه باهاش ساخت. خیلی کار جذابی میشه باهاش کرد. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.